سلام به روی ماه همتون. به کانال همه چی خوش اومدید. امروز یه ماده جدید واسهتون آوردم که توی ساخت صابون کاربرد وسیعی داره. اون ماده ای نیست جز سدیم هیدروکسید. همونطور که میبینید بسته بندی خیلی به قول خودمون بسته‌ای داره. چرا؟ چون این ماده به سرعت با رطوبت هوا هم واکنش میده و نباید بهش دست بزنید. یه ذره لیزه و دستو به شدت میسوزونه، پوست دستو از بین میبره. اینم یه ذرهش که بهتون نشون بده. خب حالا میگید داستان این گاوه چی بود؟ داستان این گاوه رو جلوتر بهتون میگم. از این گاوه ما از چربیاش استفاده میکنیم. چربی به خصوص چربی حیوانات توی ساخت صابون کاربرد مهمی داره. صابون 2 تا سر داره، یه سر آبدوست داره، یه سر آبگریز. سر آبدوستش شد همون ماده‌ای که من بهتون نشون دادم، سر آبگریزش هم شد همون چربی گاو و گوسفند بدبختمون. یه قانون کلی هست که اینجا میخوام بهتون بگم، اونم اینه که شبیه را حل میکند. چربی را حل میکنه. NaOH هم چون OH داره حلال در آبه. در نهایت هم که درشو میبندیم و جمله آخرم این که اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، خوشتون هم نیومد حتما سابسکرایب کنید. دست همتون درد نکنه. خدا نگهدار.